باری دوباره به دنیا سلام میگویم، به آفتاب و به دریا سلام میگویم. دلم چو حجت سرخ بهار پیش شماست، به مهر آن گل مینا سلام میگویم. سلام، درود، پیغام سرشار از محبت صمیمانه با اظهارات تمام احساسات گوارا نثار هر یک شما باشد. بینندگان، تماشابینان گرامی قدر برنامه های رادیو و تلویزیون پیام، شنوندگان رادیو گفتنی بودم و تماشابینان تلویزیون پیام که این همه برنامه ها را محض به خاطر بالیدگی شما آماده میکنیم، به خاطر بیداری شما آماده میکنیم. امروز برنامه های پرنده های مهاجر را موضوع بخشیدیم با نام من با تویم وطن. نبض وطن امروز در همین سبک، در همین مضمون میتپد. امروز من با افتخار همالکه گفته میتوانم از رویدادهای 2 هفته اخیر افتخار از آن کردم که خیلی شهر و نواحی مردم با یک شرکت خودجوش آغاز کردند، با لباس های رسمی خانوادگی علاکه برآمدن، گفتن من حمایه میکنم وطن را. من دیدم که در تاجیکستان خون گرم مردم باقی است. مردم مهر و محبت وطن را خیلی صمیمانه در دلشان میپروردند. مردم چی بودن وطن را درک کرده بودند. چون اول فکر میکردم که به روسیه سیله میروند و دلمانده هستند از مکانشان، از خانه اجدادیشان، از مکان بابایشان، اما نه آنقدر چنین بوده است. آن قطار واسطه های نقلیات، ماشین های خردی سبکرو و ماشین های بزرگ مسافرکشان چون برای حمایه وطن، حمایه مرز و بومشان، مردان میدان جسارت و شجاعت و متانت کمر همت بسته برآمدند. جان خود را دریغ نمیداریم گفتند و سعی کردند برای حمایه وطن. اولا به همهشان تشکر میگویم و ثانیا در وجود هر یک بیننده، خصوصا در وجود مادران، خواهران، یک احساس افتخار بیدار کرد. گفته باور میکنم. چرا که زن یک جنسی لطیف است، ضعیف است و وقتا میبیند که مردان وطنش برای دفاع وطن کوشش کردند و برخواستند و علاقه درک میکند که تکیهگاه دارد، درک میکند که نفری هست که طرفگیریش میکند. نمیتواند یگان ملت، یگان خلقیت، یگان غیر از بیرون در وارد شده ها را از وطن بدر کند. خب من با تویم وطن چنین نام گذاشتیم، چنین موضوع گذاری کردیم برنامه امروزه را. وطن با حرف کلان می نویسند، میهن میگویند، وطن را زادگاه میگویند، جایی که به دنیا آمدیم، جایی که به وایه رسیدیم، جایی که دنیای روشن را از آنجا شناختیم. همان کرمک داخل چوب که در تاریکی زندگی میکند، رزق و روزیش را در همانجا پیدا میکند، برای وی همانجا وطن است. چون به گلزار میافکنی خود را ناهنجار حس میکند. انا همان درک میکند وطن چیست. درک نمیکند. شاید جسمش علاقه مطابق همان جای است که اونجا به دنیا آمده است. ما همه تاجیکستانیم. سعدی یک بیت دارد، میگوید سعدیا حب وطن گرچه حدیث است، شریف نشود مرد به سختی که من اینجا زادم. همه ما با سبب های که علاقه اجازه بیرون شدن هست در شریعت بیرون شدیم، اما البته برمیگردیم. در وطن بوده ها خیلی ها هنوز نه آنقدر خبر دارند از واقعات گذشته، از حوادث گذشته، اما ما در بیرون که با شبکه های اینترنتی خوب پیوسته هستیم، هر یک حادثه گذشته مغز دل و جگرمان را کار کرد، تاثیر کرد. هر یک تاجیکستانی که زخم خورد یا جان به جبار سپارید
یک بار جان ما را هم تکان داد، وجود ما را هم یک بار درد کشیده او احساس شد. وطن، خانه‌ای که از آن صدای خنده طفلکان، صدای گریه طفلکان به فلک میپیچد، صدای شوخی بازیشان بر فلک میپیچد، آنجا وطن است. کوچه هایی که در آن با وقار قدم میگذاری و به ملال دست بر سری سینه میکوبی، میگویی از آن من است، وطن است. آن محیط، آن موقعی که آنجا به ملال نفسی آزاد میگیری و میدانی که نه پلیس تو را بازداشت میکند، کسی حجت نمیپرسد، کسی نمیگوید چرا از این گذرگاه میگذری، آنجا وطن است. وطن چیست؟ چی بودن وطن را خواجه کمال خوجندی گوید که تمام عمر در به در، کو به کو پای آموزش هم بود، پای جستجوی فرهنگ و معنویات و مردمی بیدار هم بود. خواجه کمال گوید چه بودن وطن را تیمور ملیک گوید. مولای روم گوید که از سرزمین فارس برخاست، امروز رومیان، امروز از بلخ برخاست، امروز رومیان با او افتخار میکنند، امروز ترکان با او افتخار میکنند، گاه ها دیگر ملت ها هم سر میبردارند، عرب ها افتخار میکنند. خب بگذار افتخار کنند، چون با حروف عربی می نوشت، با زبان عربی می نوشت، بگذار افتخار کنند چون در آنجا زیست. ترک ها افتخار کنند، اما زادگاهش، وطنش سرزمین فارس ها بود، در بلخ ما بود. واقعا درباره رومی و کمال و تیمور ملیک و اینها چرا گفتم؟ ما هم به همین خاطر ترک وطن کردیم، اما این ترک نیست. ما مدتی از آنجا فارغ شدیم، اما البته برمیگردیم پای آبادی آن و برمیگردیم با سعی آزادی آن. بینندگان عزیز، من آنقدر حرف را بسیار کردنی نیستم، از نوگانی های در برنامه وارد شده شما را آگاه کردنی هستم. امروز می توانند با چهره خود برآمد کنند بینندگان عزیز ما، و اگر خیلی نمی خواهند می توانند هم طریق زنگ، مثلا بانوان خواهرکان عزیز ما اجازه برآمدن ندارند، البته دو نفر در خط برآمدن. خیلی خوشنودیم، خوش آمدید نور دیده. السلام دوستان بهتر از جان، مرحبا. محفل ما را نمایید چون گلستان، مرحبا. دست پیش برگرفته ما بگویم السلام، نور دیده تاج سر، خوش آمدیدتان، مرحبا. بر برنامه پرنده های مهاجر خوش آمدید، مرحبا. امروز در برنامه من باور دارم که از وطن بیشتر اشتراک میکنن. چرا محض در باب وطن است. هر کسی که در وجودش خون گرم است و در یاد وطن جوش میزند و در غم وطن دلش گم میزند، او میتواند زنگ زند، حرف زند با ما. خب درباره تاجیکان گفتنی هستم. یاد دارید اسکندر مقدونی وقتی یک سرزمین ها را هجوم کرده، ضبط کرده می آمد، چون بر سرزمین فارس ها نزدیک شد، اندک توقف کرد، از وزرای خود پرسید آیا ما می توانیم این سرزمین را ضبط کنیم؟ چون خیلی دشوار است، چون در اینجا مردم بیدار هستند، مردم هوشیار هستند، مردم فرهنگ دارند، سوادناکند، معرفت پرورند و این گونه مردم وطن دوست می شوند تا جان ندهند، تا سر ندهند، میهن نمی دهند. آنگاه یکی از وزیرانش گفته بود برای این چنین سرزمین ها را ضبط کرده گرفتن باید تمام کتاب هایشان را سوخته، آتش زده و آن موضع های تاریخیشان را چون آتش میزنه مردم فرهنگشان را گم میکنند. اما وزیر دیگری گفته بود نه، همون کم سوادترش را میگیری، بی سوادترش را میگیری، در صدر میگذاری، راهبر میگذاری، و چون راهبر بی سواد شد، علاقه مردم دانشمند در دست چنین راهبر، در زیر حکم چنین راهبر کار کردن، فعالیت بردن نمیخواهند، چون قدر و قیمت فرهنگ و معنویات کاسته می شود و چون راهبر بی سواد، بی فرهنگ، بی معنویات که شد، و علاقه چگونه راهبر می شود؟ این گونه راهبران از اداره کردن دولت فقط یک چیز را درک می کنند، پر کردن شکمشان را.
و خود از خود در این سرزمین ها مردم سوادناک و با فرهنگ نمیمانند، خودشان برآمده میروند. این مصلحت را یکی از وزیران اسکندر داده بود. وقتی اسکندر به سرزمین فارس ها هجوم کرده آمد، وقتی به آسیای میانه آمد، ماوراء النهر، آسیای مرکزی، آسیای میانه آمد، آنجا فقط دو ملت بودند، دو خلق بودند و این در کتاب های که با زبان روسی نوشتند، باکتریا سگدیانه نوشتند، این همان باختریان بودند و سغدیان بودند، دو ملت. اکنون باقی دیگر ملت هایی که امروز سر بالا کرده از من است گفته زمین تلاشی میکنند، در آخری عمر همه ما را همگی یک قشر کوچک، یک زمین کوچکی نصیب میکند. این همه زمین تلاشی ها از پای چی باشد؟ خیام میگوید بهرام که گور میگرفت همه عمر، بنگر که چگونه گور بهرام گرفت. اما ما چرا امروز در یاد وطن باز هم در باب تلاش سرزمین میگویم؟ ما زمین تلاش نکردیم، ما بیداری خود را، ما یک وجب زمین خود را بر بیگانه دادن نخواستیم. ما از دیگران را تلاش نمی کنیم، ما بر سرزمین یگان کس نیازمندی هم نداریم و به همین خاطر هم گفتیم هر وجب خاک وطن را چون گوهره که چشم باید نگهبان باشیم. احمد شاه مسعود را میدانید، یک زمان صدر افغانستان بود و احمد شاه مسعود یک بار رهگذار از جای بود که یک کودک گیاه را با ریشه هایش میکند و آنقدر گرسنه است که حریصانه ریشه های خاکالود را میخورد و احمد شاه یک کمی دلش خجل شد، یک غمگین شد که در مملکتی که حکمرانیش بر دشمن است مردم ریشه های گیاه را با خاکش میخورند. اما مادر اون کودک دید و گفت بخور بچم، خاک بخور اما خاک نده، ما خاک میخوریم خاک نمیدهیم. انا این گفتار بزرگ یک مادر بود. در بعضی مغازه میگن خود احمد شاه گفته بود خاک خورید اما خاک ندهید، روزتان به خوردن خاک ماند هم خاک ندهید. این خاک خوردن به معنای دیگر هم آمده است، جان دهید در خاک مانید اما خاک وطن را بر بیگانه دادن. فردا فرزندان ما، پیوندان ما را هرگز نخواهند بخشید. من درباره تاجیک یک شعر گلرخسار را خیلی دوست می‌دارم. میگوید دور گردون آنقدر خوشتاج را بهتاج کرد، آنقدر شهر را به کچکول گدا محتاج کرد، آنقدر استار از برج فلک بر خاک ریخت، آنقدر قارونها را زندگی تاراج کرد. تاجیک من در همه ایام صاحب تاج ماند، هر قدر تاراج دید و باز به تاراج ماند. معنی تاجیک را گویند مردم تاجدار، مسکن تاجیک را گویند مردم کوهسار، خانه تاجیک را گویند مردم نوبهار، هستی تاجیک را گویند مردم بردبار. معنی نام تو در تصویر بی‌پرداز من جان من، ایمان من، وجدان من، آواز من. تاجیک گلرخسار میگوید مرده تاجیک هم همراه خود یک تاج برد. همه ما تاج داریم، فقط باید شناسیم، باید هویت داشته باشیم، باید خودشناسی ملی داشته باشیم که بودن خود را درک کرده باشیم. ما همان تاجیک که بر دنیا علامه های بزرگ را هدیه کردیم. زاده مشرق زمین از خاک ختلان تاجیکم، ای نشان جاودان از آل سامان تاجیکم. رودکی فردوسی جامعه کاخ نظم افراختند، آسمان نظم را گنج درخشان تاجیکم. با همین لفظ دری به دل دنیا گرفت. من
با همین لفظ دری به دل دنیا گرفت، همچو حافظ در کلام خیش سلطان تاجیکم. لنین را میدانید؟ لنینه که یک وقت یک ماتریک او را گوید سر میبرداشت، همین لنین گفته بود که بر همین نقطه های حروف فارس آنجا یک حرف ندرست گفتگی بود، نفرین خواندگی بود که من نتوانستم اشعار حافظ را از خود کنم، او نتوانست. ما صاحب همان اشعار، صاحب همان ابیات، صاحب همان شاعر، صاحب این همه علامه های بزرگ تاریخ بودیم. خب من خیلی بسیار حرف زدن نمیخوام، اینجا البته بینندگان عزیز ما وارد شده هستند. وحدت، یکی با نام وحدت وارد شدن، مسلم، یکی خب هر نفری آماده باشند میتوانند همان لینک، همان گزارش که در زیر نوار است میتوانید وارد شوید، در برنامه حرف زنید. امروز درباره وطن حرف میزنیم. من باتیم وطن از همه جا ایستاده با برابری واراه، با برابری اسفره، با برابری تاجیکستان، دل ما هم در یاد وطن گم زده، با یاد وطن میتپد و در ماه رمضان هر شب و هر روز دعا میکنیم خداوند را که آرامی را در تاجیکستان ما حکمران کرده باشد. هستند نفری آماده باشند مرحمت زنگ زنند. خب مسلم شما در خط علاقه هستید؟ سلام علیکم و رحمت الله مادر عزیز. خب سلام علیکم. میخواستم یک چیز را قید کنم مادر عزیز درباره همین مقصد گرانیت سرحد همین قرقیزستان درباره هم جان. ببینید مادر عزیز صحنه‌چه های چی شنیدین مادر عزیز؟ یک ورتالیو تمام دادن، من نمیدونم برای چی یک ورتالیو تمام دادن، بالونش کافیدگی اگه گویا که 12 ساعت حرکت کرده با چی اومده با جنگ اومده، اما در نوار اوجه نمایونه که همون چی اوهاناشی پرواز کردن نمیتونه در او ورتالیو. من نمیدونم این مردم قرقیز از این استفاده برده و دچی نمی ایتیلوتی در جنگ ایتیلوتی غالب اومدن. بسیاری نمی صحیفه ها را گوش کردم، مقصد فقط میگم مردم یهودی را مقصد سلاح دادن بر ضد ما، فقط چون میگم تلفات زیاد داده موجه در جهان آوازه شده که تاجیک قرقیز نیست کرده، با همه زبان ها، هم با انگلیسی هم با روسی، در همه مقصد بله از رسول نوشتن. بله همه روزنامه‌نگارای گروه خدمت، ژورنالیستای خدمت میدونیم برای چی خپن. با فکر ما میگن یگان مقصد سخن خطاب گموز مردم در چیه اوج غضبی نه، مقصد چی با فکر ما یا زمینه مقصد چی دگاوری سکاگی فروختگیان زبان کوتاهن، مقصد اوزی آدمی که مقصد اینا چخل خونه ما بسیار خونه ما یگان کس بیا به هیچی بدرویا مقصد ایجاب گای ما خب نمیستیم کو اینجا مقصد امی بار میویا که امی پورچای زمینه با فکر ما هم خیلی چی دگاوری سکاگی مقصد چیز کاگیان خیلی چیزش نمیکنن برای هم زبان کوتاهن با فکر ما هم خیلی مادری عزیز و شاید بله اینا هم شاید حق باشد، درست باشد، شاید زبان کوتاهن که آرام هستند. زیرا رئیس جمهور قرقیزستان روزی گذشته الکه بر مردم خود دلبرداری کرد، الکه یک پیام فرستاد، همگان را بر صلح و ثبات دعوت کرد، اما خیلی برای آن نفرانی که وفات کردند، برای آن نفرانی که تلفات دادند هم جانی هم مالی، خیلی حرفای خوبه برای تسکینشون هم گفت. از رئیس جمهوری ما در که نیست چیزی نگفتن. بله بعد یک چیز دیگر عقاید که مادر عزیز اینا میگن که ما بسیار نوارو را دیدم قرقیزا میگن که این زمین شما را خطای گرفت چی با شما تیر نکشودین که ما گرفتیم شما تیر میکشونین سینما چی با این سوال آمیتن یا اینا چیشون میگوی. بعد یک چیز دیگر عقاید که مادر عزیز بله درست این همی جنگ چی فایده آورد با فکر ما اینا مادر عزیز نگاه کنین مردم عادی را پیش در آوردن اگر باید این وظیفه اساسا سرباز و افسرها مردم عادی همینجا با فکر ما شخصا با فکر ما هم خیلی مقصد یا
تاکتیک جنگی ندارن یکم. دیم مقصد اینه خیر و وطن دوستی ها هم مقصد وطنش دوست می‌داره، مقصد برای وطن جان دادن. اینجا نه که این خیلی نه که ما مردم خریزه خوبتر میدونم با بسیار قد ما 3-4 سال مقصد چیز دارم اینجا مقصد مسکو ده یک چیز دارن و حکومت چونا گوش نمیکنن. حکومت چونا این خیلی خیلی چیزی بگن همین خیلی میکنیم کو و خیلی نیستن. حکومت چونا واپس گوش نمیکنن. برای همین قوای سربازاشون همین حکومت ای مردمش میترسه. سربازاشون در گرانیت زیاد جا میشن. اخیرمون نه اخیرمون مردم بسیارتره مردمی تر است. از پای هم عوض شدن رئیس جمهور معلوم است که حکومت قرقیزستان برای مردمان است. درست؟ بله مادر عزیز. بعد برای همین من فکر میکنم مردم نیو کنین اونجا سنایپرها اونجا همه چی و تیارن حربیو مقصد آماده شدگان و در آخر مونده نه مردم اودی را میگن که وقتا وطن دوستی پیش میدرورن و اصلا برابر نیست کردن. مقصد و حربیان کو مردم اسویشه و مقصد کمتر مقصد چیز میکنن. برای مردم اودی خمون تیز زیادتر تلفات خمون میتیم با فکری ما. برای همین مقصد مردم خمون باید طلب کنه که مقصد همین آرمیا را بدرونن پیش. مقصد کم نیست در تاجیکستان. برای همین چیز گفتانیم مردم توجیک مقصد متحد شیم. مقصد ای نیوکن ای قد مرگ مرده شده ای قم دیلی مدار میسوزه ای قد فرزندشون عیده سوداگیان. این همین رئیس جمهور پروا نداره یک همدردی بیان نمیکنه. بعد یک چیز دیگر گفتنه همون اویلوی که ای دنیا گذاشتن مقصد نمی شهیدو مقصد عمود کمک خیلی یگان گپ نیست. ژورنالیستای خمون عموما بله واقعا در شبکه‌های اجتماعی مردم خودشان پیشنهاد کرده ایستادند که بیایید فطر روزه همان را جمع کنیم و بر همان شهیدان بر اهل عیال باقی ماندهشان بازماندهشان فرستیم. اما از جانب خود حکومت یگان پیشنهاد یگان خیل قرار نیست. اینش هم درست. رئیس جمهور قرقیزستان گفت همه آن خانه هایی که سوخته شد برای از نو برقرار کردنش کمک در کار باشد ما آماده هستیم. و بر همان دختره که 12 ساله فوتیده بر پدر و مادرش بر تمام اقربایش همدردی خود را اظهار کرد. درست است. و واقعا شبکه‌های رسانه‌های خبری ازبکستان هم قزاقستان هم می نویسند همگی یک خیل ورسیه دارند. می نویسند تاجیکان فشار آورده در آمدن خانه های قرقیز را سوختند. بله در اصل نیست. بله بابت تاجیکستان حرف گفتن نشد. درست است. فقط خود مردم رسمی همان قربانیان شهیدان را در شبکه اجتماعی فیسبوک گذاشته ایستادند. دیگران همدردی کرده ایستادند. ما از جانب حکومت چیزی نشنیدیم. فقط با دستور رئیس ولایت کسی به دیداربینی رئیس اسفره رفت. با دستور رئیس ولایت باز کسی دیگر خبرها همگی یک مر آمد یک خیلند به دیداربینی شهر اسفره رفتند. اما به دیداربینی آن همان زن از شوهر مانده کودکان از پدر مانده که امروز مصیبت دارند با دستور یگان کسی دیگر رفت یا نرفت کسی نمیداند. ماه رمضان است باید میرفت. شاید مردم رفته ایستادند اما حکومت یگان که دستور نداره. بله همین ژورنالیست‌ها میدونن مادر عزیز برای چی نمیبروین ای ترس ای نمی چی رئیس جمهور دوران برای که اگر ببروین اگه چیزا نشر کنن سود میشون و اگه چیز چون میکنن برای همین میترسن. این ترس اونجا در دل همین مردم توجیک همه جاش دیگه با مردم توجیک بقدر کرده در وست دنیا عموما در دنیا هم خیلی کادستایشه. مقصد مادر عزیز ما را گفتنم خدمت شما را نگهبان موشا مادر عزیز ما پیگیری میکنیم. مقصد شما را خدمت عمری درست سمتن مادر عزیز در ماه شریف رمضان دوگویم در حق شما خدمت همه برادرای تشکر خدمت نگهبان موشا. خب مادر عزیز در همین خب از گفتن خاک بدخشان را بر خطای فروختند شما تیر نکشادید. دیدید از کجا گرفتند حرف را قرقیز ها. یک بلاگر قزاق را تماشا کردم او هم گفت که تاجیکان من از کجا سر زدن جنگ شما را این همه نیزا و خرخشه را کاردار نمیشم. فقط همین چیز را میگویم که
از سرزمین بدخشان شما اینقدر قطعه بزرگ را بر چین فروختند، کسی سر نبرداشت. امروز قرغیز ها که وارد شدن یک کمی زمین شما تیر کشادید. او نادرست نمیگوید، او درست میگوید. این حرف درست است. ما تیر نکشادیم. چرا؟ تیر بر مقابل کی کشایم؟ آخر سرزمین را کی فروخت؟ کی فروخت که ما تیر کشایم؟ اگر گناهکار را باید تیر کشایم، گناهکار چینیان نبودند. خریدار نه، فروشنده گناهکار است. انا همین طور. خب بابت قرغیز ها، این ملت اصلا مکان اجدادیشان بود یا اینها کوچ بسته از سرزمین بر سرزمین دیگر رفته زندگی میکردن، هر کجایی که شرایط فراهمتر برایشان آماده شد. و اصلا ینیسه سیبیر روسیه، امروز روسیه ینیسه شد، انا همون دریای بزرگی ینیسه که خیلی شاخه‌های بسیار دارد و بیشترش در وادی کراسنویارسک پهن شده، آنسای نام داشت. آنسای و قرغیز ها همینجا مسکن گرفته بودند و اونجا غیر قرغیز ها سه خلق دیگر هم بودند که پای در پای با هم می جنگیدند، فشار می آوردند و همین قرغیز ها آهسته آهسته از آنجا کوچ بسته برآمدند. تنها در عصرهای 16-17 مقیم کوهستان تیانشان شدند، تیانشان، و شاید عصرهای 19 اواخر عصر 18 یا 19 وارد آسیا شده باشند، آسیای میانه، و آنجا در همسایگی تاجیکستان جایگیر شده باشند. 100 سال پیش همسایه بودن یا نبودن با تاجیکستان، یگان کس یگان دلیل درست نآورده است. خب درباره آنکه اصل مکان اجدادیشان در سواحل دریای ینیسه بود، در این باره نویسنده خود قرغیز ها چنگیز ایتماتوف، خیلی نویسنده مشهور هم هست، در کتابهایش در مبحث‌های تاریخی هم خوانده گذشته است. خب اگر نفر دیگر در خط علاقه هستند میتوانند زنگ زنند. وحدت. السلام علیکم خواهر محترمه. و علیکم السلام برادر، گوش میکنم شما را. خداوند همه کس سوز باشید. ما یک چیه گفتنی هم درباره همین قرغیزا. ما خودم ختم کرده مکتب وینی امریکا هستم. انا خواهر جان حاضر نه که کار نکرده است، اما حاضر در مهاجرت اومدگیم. ما ختم کرده مکتب سپیسنزی جلاد 22 هستم. حاضرم برادر مسلم گفت که چه به خلق پیشنهاد کرد اول مثال در چیکو و اینی نرفت. این یک کار پلیتیکی هست، او برادر نمیفهمه. این همین خلایی که قرغیزستان که ما شما را پریزنواد نمیکنیم. حاضر جامعه جهانی گفته که خلق پرستای همین را بخونین، خلق پرستای تاجیک ارمی قرغیزه زد، کشت، پولین نابود کرد. این اساسا آبروی تاجیک بالا برداشته نه. ما پشتی در 12 مملکت جهان بودم. حاضر همین اگه پیزور گفته ده خواهر جان درباره همین وطن دوست داری. وقتی در ترکیه بودم، در ترکیه نوشته همونجا اگر اگه اون رفتگی باشه هیکل ابوعلی ابن سینا های در تک همون نویسندگی های که سینا فرزند ترک های نمیده. انا همین مثال آدمای رفتگی باشه، نه که اگر ابوعلی ابن سینا فرزند ترک میشید نام مادر او ستاره نمیشید، نام مادر او یلدوز میشید. یکمش. دیومش که امام اعظم همین گفتن که ترک امام اعظم در چیش در همه نویسندگیاش هسته که او فارس بود. یکمش. دیمش که نبیره و چبیراش در تاج محل هندوستان های. من خودم رفتگیم زیارتشون. همین وقتی که رفتم قدشون گپ زدم، گفتم کیان شما همین ملت شما چیه؟ من همین چیزا فهمیدن میخواهم. ما وقتی که وین اوچن همونجا رفتگی بودیم، تاج محل داشتگی بود، کدامت که بدونین وین اوچن کلان شدگی بود همونجا. با اما مسافر دایده هوای ما پرسیدم، گفتم که همه شما ملتون چیه؟ وای من نفهمید که من مثال تاجیک، ما فارسم. گفت که ما یک ملت هستیم که ملت پرفرهنگ. میدونه که یک حدیث گفت که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که
اگر علم در سیاره باشه او را فارس میاره پایان. بله همین گفت با منم با گفتم که سلمان فارسی بود. همین خیل گفتگ ده همین حدیث گفت. من همین حدیث حال فهمیدگی نبودم، ای دهنی همون فهمیدم. بعد من گفتم همین حدیث حقیقتا بده همین حدیث. بعد گفتم برادر گفتم منم گفتم فارسم گفتم. خیز گفت ای بخارایی تو؟ من گفتم نه همین ای تاجیکستان گفتم. خیز دم خیلی قدیم اچاق کرد. عبدالرحمن نام داره انما مسفید عبدالرحمن آدمایی که با دین سر و کار دارن با اون نغز ترک میدونن عبدالرحمن نام داره. یکمش دیمش که اگر حاضر قرقیزا در همه جا نزدن که چیز بیرقتری چی میآید چی نام داره ترکیه میاد یاردن میکنه. ترکیه همین آدمای باسواد داره میدوند که فهمیدی وقتی حضرت رسول در مسجد شتگی بود نمیدی همه توقع گفت که هر کس قطعی برادرای خودش بشینه. سلمان فارس خودش توقع شیست نداشت، هیچ که نداشت. رفت گفت که بیجا بیا تو برادری منی. گفت وقتی که یک جا شد گفت که سلمان برادر از من است و من از سلمانم. گفت نمیدی گفتن این خیل گفت همان سلمان هست که اولاد نشکسته داره که نمیشکند. نمیدی این ترکا میدونن. یکم از دیروز تاجیکستان لوبای اگریسرش لوبای همسایه‌اش میتونه همین ممد همین همسایه‌اش که مثال همین مغولا را لوبای تش میزند و اگر زوری و یا میرسید خشون در مسلمان نمیگرفتن بگن که ما میبرات مسلمان شما ای کودک کشتین. فکر نمیکنن که این مادرای ما را گریان کردن، این زدن، این قدر او ندادن که بخریم. در 2000 نگاه کن اوچاس خواهر جان در 2012 سال ازبک دختره که 9 ساله را تجاوز کردن. ای مکتب گشتن اومدن تجاوز کردن. سری که ای مکتب اومد تجاوز کردن با زیل ماشینای زیلی بورتوای قطی در قفور سیم قطی بستن کشیدگی آوردگیان. اینا جامعه جهانی نمیبینه. هیچ که نترسین از جامعه جهانی یگان کار ضرر به تاجیکستان رسیدن نمیتونه. برای که ما زیاده از 30 ساله در کریزیم خواهر جان. ما از کریز نمیترسیم. ما یه حیات در کریزیم. چی میترسیم؟ جامعه جهانی همین چی محکم میکنه یاردم هم یاردم کدام ما دیدیم خواهر ای روی مسلمانی یگان تا ما ندیدیم. هم بخره اگر اما کلانو میخرن. این کاری با جایش نیست. ما را جامعه جهانی ما را خمکنه و خمکنه اور هم کلانو باید بترسن. اما ما شون باید نترسیم. این فایده شما تو نمیبینیم هیچ وقت. من خودم ختم کنده همین چی آمریکایی من میدونم این پالیتیکای چیه. این فقط فایده به هم کلانو میرسه. از جامعه جهانی ده هم ده پلاکت بارشته و اعلان کردن اگر بران هر پلاکت یا ما پرزیدنت شون خاله در روی یک عملیات بزنن بگردونن که تاجیکستان یک خودش کریز ای هیچ که باید نترسه اوجه. همین این یکمش دیدنش کازی ترکیه اگه گفته که یاردم میکنه ترکیه را آی پرس شما مثال ممکن در پالیتیکا او قچی نکنین همین وای نیده حاضر اینمی شب روز ایران حال پادگاتوفکا تیاره. همین پال پادگاتوفکا تیاره که میگه که همین من 2 ساعت اجازه بدن 2 ساعت همین پال ملک سامانی را میگه واستنوید میکنم. همین پال نشه میگه همین حاضر خوجه سردار وزیر پالیتیکای همین چیه جهانی ایران که در کمی کجای جهان چی گپشید میگه. یکمش این دیمش که فارس و تاجیک و امیلیش نمی تاجیکستان خودش اینا قطعا تمام کردگی آدمایی هستن که حاضر زیاده ای 5000 کس بده ما 5000 کس همه در هر طرفو بدن مثال قطعا بدگی ها همه ما مثال 300 کس بدیم در امریکا هر یک نیام میگه است که اگر پر فرمان نیست دمو پلخریه دمو کندن خوردن فقط مثال یک کس دمو رئیس و کلانو فایده میبینه. لیکن اگر حق ما را بتیاد پول بتیاد لیش نه درکو شد بگه که دوای سر کنین همو کیرا کلاش میگیرن هم در سلفن میدوزن میارن هسته تاجیکستان هم نیامنیکای زور دارد که به حد زورن حتی کورای چند کسای دیگه دولت‌ها را بود کردگیان که مثلا جای گپش نیستید همین تاجیکو بود کردگیان. این از نترسین که جامعه جهان در نوسته سعی که ما را چی میکنه با خدا قسم این فایدهش راست قرض نمیتیان کیرا رحمانوف تمام این ما را ضرر ندارد برای که ما یه حیات در کریزیسیم. کدام ما داریم
او پول کلان مثال که بگیم که ما را خیلی میکنن جامعه جهان پول ما نمیتیان هم خیارده میده چی کدامت گرفتن مثلا به هر سر هر یک آدم $2000 میرسید در کرونا ویروس چی گرفت کی پلوچت کرد هیچ که نکرده هیچ که کردگی نیست نشنیدند اقلا خبر هم ندارند بله خواهر جانی من به نام خدا یگان کس ایرا پلوچت کردگی نیست $2144 باید به هر یک شهروند میرسید فهمیدی هر کسی که حامله بود هر کس مثال ایالایی که حامله دار بودن باید $2,500 میگرفتن فهمیدی کدام میگه مثال اما که فرق نیست مثال دمی حامله دار ده ایالا انم قبل باید میگرفت کی پلوچت کرده ها میگن که جامعه جهانی انا خمیشه ما را خیلی میکنن قرغیزستان ازبکستان در حیاتش زورش به تاجیکستان اگر به پیخوتا به جنگ بگیم نمیرسه یا وایو میدونن اگر که وایو نمیدونستن وایو هم دارن به خودشون آدمایی که مثال این کارا میکنن اگر که میدونستن که زورش به تاجیکستان میرسه حال داونو تاجیکستان کو تیکا پورا میکردن به نام خدا این یک کار پلید که سالیان پیشین با ازبکستان هم همین خیلی نزاعات داشتن و خیلی بله روزنامه‌نگاران قرقیز را ازبک‌ها تا 30 سال روانه زندان کرده بودند دوران حکمرانی کریموف بود دوران راهبری پادشاهی گفتم خب بله درست انا من حاضر یک کار دیگه در خاطرم زد انا سال 2012 من اون وقتا کار میکردم وقتی که انا سال محمود خدایبردی میخواست که در لب گرانیت اوجا اومدگی بود به گرانیت را فهمیدی اینجا همون گرانیت سر جای 81 میگفتن فهمیدی باید انا اونجا می اومد میدرومدک فهمیدی وقتی که اومد که دید که همه سپیس گروپ همه جلاد 201 شم ده همونجا بود جلاد 22 هم ده همونجا بود وقتی که دید اوجا دستاش برداشت اوجا گفت که بس که نمیشه فهمیدی گشت رفت اگر که زور اینو میرسید فهمیدی ما را بر وقت پورا و یا میدونن و یا 100% میدونن حاضرش جنگ جنگ سر شبه کلیدار سر میتن افغانا را این به یگان شیعی درمو پلن حکومت هسته که همه جنگ شید سر میتن یکمش دیمش که تاجیکستان الحمدلله هر یک آدمی داره در همین روسیه که هر یک با ناموس هر یک با وجدان داره من در همین خواهرکای دیدگیم که خواهرکای ختیمو تمام کردگیان با خدا قسم ای همین یک تاش ای 10-15 مردی همین چیده بهتره که همین ترک زبان ده با نام خدا قسم پروسه ما را کلانمون همین میج قمون و غم میتن میترسیم دیگه هیچی گفته نمیتونیم بله یگانه کمبودی ما همین است که صدر درست نداریم ژورنالیست ها ما گپ زند در ویا پتن دارنده ژورنالیست های خیلی کنیچکای پتن دارن پول میسپرن پتنشون رو بالا میکنن غمشون میتن این خیلی اساس هم ممکن نیست مونن که ویا گپ زنن یا که نمی هر عالم هر فرهنگ شناس همه گوشاشون تای توقه یگان کس گپ نمیزنه یگان کس برای چی حالا یک درسیده گپ زدیستن برای که نمیموننشون به خدا قسم همین مردم اسفره 263 عالم داره 263 عالم این میدونی که همین عالمای با سواد داره همه خپن ایاش تو کلان سوشه همه خپن گپ نمیزنن یگان کس نمیموننشون گپ زنی میان در اشترافت میکنن تا میبرن میگه ترما خولش دیگه برای محکمت کنیم که یعنی اول فلان آدم سر میتین در جوش ترا با محکم کنه برام با محکم میکنن دیگه یک جو گاو میزنی خپ میکنی اینجا خیلی بسیار نفرانه در خط علاقه قرار دارند در نوبت خب بهترین سخن ها بودند من خودم هم خیلی آگاه شدم درست است من نفری فرهنگی هستم تخصصم ادبیات است از سیاست نه واقف شده ایستادم اما بهترین حرف ها بودند رحمت خواهر جان عزیز بیننده های ما هم خیلی بسیار چیزها را درک کردند رحمت خواهر جان منم یک خیر نماز عصر میخوانم خداوند شما را نگهبان باشه در حق همه ما دعا کنیم پروردگاریم همتون خداوند نگهبان باشه در این ماه شریف مبارک بله ما هم دعاگوش ما هستیم خب در امان خدای پاک باشه اصلا نفرانی شاید حالا پیوست میشوند با برنامه فکر میکند که این همه شبکه های
غیر دولتی، تلویزیون های غیر دولتی اغوا میاندازند. نه، اغوا نمیاندازیم. ما طرفدار آن نیستیم که جنگ شود، چون که اگر جنگل آتش گیرد درخت سبز هم درخت خشک هم باید برابر میسوزد. جنگ گناهکار و بیگناه را جدا نمی کند، از یک سر میسوزد. اگر نفر آسیب نبیند هم آسیب همسایه از آن تو هم هست. ما طرفدار جنگ نیستیم هرگز، اما ما طرفدار آن هستیم که دیگر مرز و بوم وطنی ما تکه و پاره تقسیم به فروش نروند برای شکم نفر، برای بهبودی زندگی نفر. دیدید بابت پومش میگویند کمکی از جامعه جهانی وارد شده، گفتند یگان نفر از کمک درک هم ندارد در تاجیکستان. شاید در تاجیکستان نفران بسیاری از همین حوادث با قرقیزستان وقوع آمده هم درک ندارند، چون اینترنت در همه جا دسترس نیست. نفر دیگر در خط علاقه هستند. 1 مینوت خواهش دارم گفتن. سلام علیکم. و علیکم سلام، مرحبا. شما حاضر در اینجا قید کردید که من اختصاصم ادبیات شناس می، اما خیلی گفتید، اما خیلی بله، من ادبیات اختصاصم. یک سوال به خودتان دارم، این سوال پلیتیکنی یگان چیز نیست، همه یک چیز من بسیارتر فهم میکند، همین گفتم یک انترسوت کنم فهمم. همین اگر دانم شاعرای کلاسیکی تاجیک، فارس و تاجیک، نویسنده ها، همینا رو من بسیارتر همین دولت های همین ترک زبان اندام میبینم. خود ما گفتم مثال همه خیلی پیشنهاد کردن که خودشون همونا همین زاده همونجا همون ترک زبان بودگی میگون، نه که در تاجیکستان مثال ما مکتب خوندیم، همون دور مکتب مثال ما رو وای کردن که همینا فارس و تاجیک هستند. همینا در همین ویای بین المللی همینا نشان داده میشد که حقانین تاجیک یا کدام دولتی که خواهد که این خودش گفته. همین چیز برای ما یک نافهمی بود، همین فهمم گفتم. نمیدونم، چون به تاریخ نگرد دوره‌ای که سینا زندگی کرده بود از ازبک ها درک نبودند. این خلق ملت نه خلق نبودند، ترک ها بودند. اما لایق میگوید این آن هر کجا دوای سینا میکند تا به بام شهرت عالم گذارد نردبان. لیک سینا آنقدر این بام را برداشته است، این آن کی میتواند نردبان ماند بران. هیکل بوال سینا را مراتبه یکم در بلگیه گذاشته بودند. بلگیه نه فرانسه است نه ترک است، تماما یک خلق دیگر است، در بلگیه گذاشته بودند. بابت آن که سینا فارس است تمام دنیا آگاه است، هرچند اولوغ بابامیز میگویند اما درست نیست. اکو حاضر میبخشه گپ تو موریدم، همه خصوصا ازبکا، من در همه ازبکستان بودم، همونا میگو ابو علی ابن سینا انی ما بود، گفته همه هیکلش هست، کینوش هم وای کردگی، همون فیلم درباره ابو علی ابن سینا برآوردگی، با 100% به همه وی پرم میگون که ما هیون من گفتم نه آخر این فارس زبان بودی، تاجیکا های در عرصه بین المللی میشناسن میدونن که فارس و تاجیک نمیگودی. بله چنین میگوین، درست. یک معلم دانشمند داشتیم، پرسیدم چرا ما آرام هستیم اینقدر تلاش میکنند از 4 طرف. معلممان گفته بودند که اگر به همهشان 100 تاگی شاعر تقسیم کرده دهیم به خودمان زیادتر میماند. ما ملت شاعر خیز هستیم، ما ملت که دانشمندان را به دنیا می آورد. و یک نکته دیگر هست، آنها از ما گفته قدر میکنند. انا در یک خود قزاقستان یک دانشمند بزرگ تاجیکستان را اینقدر کتابش را چاپ کردند، در تمام مکتب هایش حتی چندین مکتب دانشگاه و کوچه ها را با نامش نامگذاری کردند. در تاجیکستان کسی او را نمیشناسد. ما در تاجیکستان شاید سیستم تعلیممان همین گونه است، سیستم معارف که خیلی از بزرگان خود واقف نیستیم. یک عادتی بد پیدا کردن، چون به روسیه میروند 2 کلمه روسی آموخته دیگر به جای همان کلمه تاجیکی خودشان را استفاده نمیبرند. نمیدانند که زمانی که تاجیکستان بیرونی داشت که گلوبوس کشف کرد، پیاتر روزها پادشاهشان در داخل تهاره دست روی میشست. مثلا
از این واقف نیستند و خیلی دیگر مبحث‌های تاریخی از قفاماندگی اروپا و در فرهنگ و معنویات و ادبیات بالاروی سرزمین شرق میگوید که من بعد در برنامه البته گفتنی هستم. دور نمیره عصرهای 13 14 15 در اروپا چه حالتی بود و در شرق ما چه حالت بود. میگویم در برنامه های دیگر چون خیلی موضوع دامنش گسترده است، اما آنکه سینا فارس بود دنیا میداند. عرب ها تلاش میکنند عربی نوشت، رومی را هم همین چنین. ترک ها رومی را تلاش میکنند چون که در همه جا زندگی کرد و نشونما کرد، اما از بلخ رفت، جلال الدین بلخی بود، بعد رومی شد. اما کمال در خود سرزمین فارس به وای رسید. بیرونی مثلا ابو ریحان بیرونی چرا نامش چنین است؟ چون که در همان یک محفل یک استاد بزرگوار چون از بیرون آمد از فارس ها بیرونیش نامگذاری گفت. خب برادر اگر حرف دیگر گفتنی باشند؟ همین یک چیز گفتنی هستم. همین ابو علی ابن سینا و دیگر شاعرها و نویسندگان ما همینا از تاجیکا هستند. در بین همین عرصه بین المللی میگو چی میگو همه قید کردگی هست که همین از فارس و تاجیکا هست. گفته قید کردگی یگونجا آیا قید کردند که اینها از فارسند؟ بله همه چیز فارس. خب توجه کنید در یگان جا نه ترک ها نه ملت های ترک تبار عبدالرحمن جامی را اولوغ بابامز نگفتند. میدانید برای چی؟ چون که شریفانی در یک کتابش گفته بود که استاد بزرگواری من عبدالرحمن جامی یگان جمله با زبان ترکی ننوشته است. او آگاه کرده رفته بود. اما سینا شعرهایش همگی فارسی هستند، نوشتارش عربی لیکن شعرهایش فارسی هستند. به زبان عربی شعر داشت یعنی من آگاه نیستم، اما شعرهایش فارسی هستند. سینا شعر هم می نوشت. نام مادرش مثلا خیر نام پدر و دیگر بزرگوارانش عربی هستند یا برادرش حسین، لیکن مادرش نام فارسی است، ستاره بانو. و خب خیلی دیگر اینجا مثال آوردن ممکن است. از گنجوی مثلا هرچند در گنجه زندگی کرده اما فارس بود، فارس بود. خب اینجا نوشتن در قیاس ما ترکان در اقلیم سرد عمر به سر میبرند و این علت به فهمش آنها تاثیر منفی میرساند، مثل که حبشیان در اقلیم نهایت گرم. این در کتاب الشفا صفحه 329 کتاب الشفا از بوعلی سینا بود به فکرم. بله قانون طب کتاب الشفا از بوعلی سینا بود. سینا درباره ترک ها و حبشیان نوشته. خب بهترین صحبت بود به فکرم. رحمت درست. تشکر میگویم. انا اینجا برنامه پرنده های مهاجر اصل محتوای برنامه را گرفت، یعنی فرهنگی شد. عبدالرحیم اینجا در نوبت هستند، بعداً تاجیکستان نامشان. عبدالرحیم را میپیوندیم. راستی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته مادر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. دادر هستند، برادر هستند، خوش آمدند. پیش از همه همدردی خما نسبت اون برادرایی که شهید شدند اظهار می‌نمایم و رحمت الله به شما میرسونم که شما همینطور منبرها را تشکیل میکنین که خلق عادی فکر خودش اخلاص میکنه، ذکر میکنه. زیرا آنکه این دردی که حاضی مردم گفته ما میشنوم، دردی که ما شنویدستم، این درد باید علما و ادبیات شناسا و چیزای ما در تلویزیون و رادیو در تمام جمهوری در شاهیگری تاجیکستان باید خچون چی کنن. شاهیگری میگم برای که با حقوق نداریم، شاهیگری در حقیقت شاهیگری اولویه. بله طرفدار هستم. در وطن ما کسی که کپکای لنین ای تمام اعوذ بالله پیغمبرا و چیزا بالا میدونه، حرمتش میکنن، پنج خونگیش میتونن بالا گذارش میکنن. در وطن ما مجوسیایی که خچونیت ناکسن، مجوسیا رئیس کتابخانه‌اند، رئیس کتابخانه که کتابخانه تمام کلتور و تمام دین و مذهب و همه چیزای ما ذکر شده، همون کتابو دگیر یا اون مردکان همو حاضر هم میره نمی آموزن که در اون کتابو چی نوشته که چه ما ملت بزرگیم.
ҳозир як бародар дар бораи Эрону дар бораи Туркиё хеле гафҳои хуб гуфт. Ман қатъи ҳамоаҳанг ҳастам. ҳозир дар ин замон ҳамин давлати Туркия ҳамон агар касе ки давраи Союза зиндагӣ кардагӣ ҳастай апаҷо мебахшед ма камтар лавзи кӯчагӣ қатъи чӣ мекунам ҳамин кадоме ки давраи Союза хондагие кадоме ки синни солша 40-50 болае медонад ки ҳамин як намуд як равияи турпанкизм буд. Давраи Союзда давраи илтиҳои чиза дар ҳамин чизои Туркистанский военный округ буд. Мора устодомон Садриддин Айнӣ ана дигар ҳамин бузургое ки ҳамун соло буданд ба дандону ба нохуно канда мора давлати ҷудо кардан аз состави Ӯзбекистон мора соҳиби истиқлол кардан. Ҳарчанде ки дар чӣ будем дар чизмон дар ҳудуди Ӯзбекистон буд. ҳаминро ҷудо кардан гирифтан. Хулосаи гап ҳамие ки ҳамин ҳозир ҷаноби Эрдоғон мехоҳад дар тамоми дунё хича амиралмуъминин гира амиралмуъмини мусалмоно вай наметавона ин корро карда. Барои чӣ? ӯ бародар бисёр гапи бузургои моро мисли Салмони Форса бисёр гапҳои хуб гуфт. Абу Ҳанифа дар бораи Абу Ҳанифа бисёр гапҳои хуб гуфт. Ҳамин чизҳоро мо бояд ҳаётмон наварем ки ай даври ҳазрати Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам форсҳо дар байни Расулуллоҳ буданд саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Алҳамдулиллоҳ. ҳозир ҳоҷиёи муҳтарам мераванд ҳаҷ мераванд мегӯянд ай куҷоен мегӯянд ай Тоҷикистон намешиносанд мегӯянд ай Бухороем мехезанд ай сар зиёрат мекунанд ки ҳамшаҳриҳои Салмони Форсану ҳамшаҳриҳои имом Албухориянд. Барои ҳамин ҳурматшон мекунанд. ана мо таъриху тамаддуни худмона дар дасти худмон қабида наметавонем. ҳеҷ ка бе роҳбари ҷалоди олӣ ҳақ надора як сухан зикр кунад. ҳеҷ ка ҳақ надора як чи гап зана. ман хиёл мекунам ки ҳамон барои миллати тоҷик барои густариши равнақи миллати тоҷик барои пешрафт барои тамаддуни моро зиёд кардан дар ҳамин тамоми дунё гав задан. Бигаред ягон ҳаракат намекунад. нигоҳ кунед барои чӣ дар созмони милали муттаҳид ҳамин миллатҳое ҳастанд лекин 4 сухра мисраи бузурги Саъдӣ бузурги мо нависта ки бани одам аъзои якдигаранд дар офариниш як магар миллатҳо намедонанд. Медонанд. ҳама медонанд. дар дарвозаи Бритониё навишта шудааст. Бритониёи кабир ана ҳамин 4 мисра шеъри Саъдии Ширози дуруст аст. ман шунавида будам афаҷон ки дар созмони милали муттаҳид дар амрико навистагӣ. шояд ки шумо рост бигӯед шояд ки мо нотуғри фаҳмем. хулоса ки навистагӣ ҳамин гап. бале. бо ин мо мефахрем. дар тамоми миллатҳои дунё ҷустуҷӯ кардан як гуфтори кӯтоҳи хеле пурмазмун бошад наёфтанд ва аз Саъдии тоҷикон аз Саъдии форсӣ шеърҳо ёфтанд. албатта шумо афаҷон як фикри хуб ва як гапи нав гуфтен. таърихшиносе ма дар ҳақиқат дар пай бурдум дар бораи ҳамин дайраи Едисею дар бораи ҳамин тарафи Сибир ҳиҷрат кардани ин қавм қатъи мо дар ҳамин ғарибӣ як чормарди калонсол ай 55-60 сола гузаштагӣ қирғизо зиндагӣ мекарданд. бисёр одамои хуб буданд. одамои безалал бенақс ай политика дур. ҳамоно худшон ҳатто китоб дар ман ҷишон доданд ки мо ай тарафи Алтай иса ҳиҷрат кардагем. Алтай тарафи ҳамон давлатҳо. таърихутон анаму тараф дуруст. ҳамин чизҳоро худшон гуфтанд ки мора ҳамин форсо худшон дар ҳамин замино ана ҷо доданд. мо ҳамин ҷо аввал гузаштаҳои мо дар ин ҷо мардуми суғда мардуми ҳамин тарафҳои мода мо ранги чӯпон хизматгор будем. ҳамин тамоми дунё тамоми миллатҳо бояд бидонанд ки Александри Македонский Искандари Мақдунӣ ӯ мардуме буд ки ӯ тамоми ними дунёро гирифт омад дар ҳамин тарафи шимоли мо шикаст хӯрд. ира бояд аёдшон набуранд ҷи вақт. мо мардуми Туркиё мега Туркиёе ки номи Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам номи Муҳаммади Мусаффар саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи ва саллама ки мо ла илаҳа иллаллоҳ Муҳаммад расулуллоҳ мегем саллаллоҳу алайҳи ва саллам номи Расулуллоҳ Мехмед меган. ино аввал номи Расулуллоҳро туғри бигиранд баъд даъвои амиралмуъминин даъвои халифат кунанд. ма розӣ нестам қатъи фикрои ваё тамоман вақте ки модоме ки ту хута амиралмуъминин мегӯӣ модоме ки ҳадис омадагия ки ду мусалмон якдигаро кушад ҷаҳаннам мераванд пас чаро ту дар як гурӯҳи қавми мусалмоно ярок метӣ ки дигар мусалмонро чӣ кунад. ба вақте ки Бритониё вақте ки Русо вақте ки дигар дино дигар амирои дигар мулку моликои кофир меоянд мегӯянд ки мо тайёр ҳастем ки дар байни ду давлати мусалмон байнда дурем ки ҳамино ҷанг накунанд ва омода ба бас кардани оташбас омодаанд ки ёрдам кунанд.
алови ҷанга зиёд духтанда Эрдоғон тайёре ки ма ярок метим раве пас тоҷикора форсора қир кунен. Ино коре мекунанд ки Афаҷон тамоми Моваронавру Хуросона бедор мекунанд. Ана ҷанг ба ҷанг безе меша. Аузу биллоҳ. Ина эрониё бародар гуфт тайёранд. Тарафи Афғонистон зикр кард ки мо тайёрем. Мурдагӣ нестанд мардуми Хуросону Моваронаҳро, гарчанде ки 70-60 сол 100 сол пеш мора коммунистову чо гирифтанд ҷудо карданд. Хуни миллию, ҳисси миллию, ҳисси мусалмонӣ ин чизо алҳамдулиллоҳ дар вуҷуди форзабоно, дар вуҷуди нигоҳ кунед талишо даъвои тоҷикӣ мекунанд. Курдо мисли бугу шумо гав мезананд. Ана афғонову, эронову, дигар миллатҳо ҳама бобаи туркистони Туркия гуфтед ки кӯмак мерасондааст. Расонаи шуд ин хабар, аммо аз худи Туркия не, аз расонаҳои хабарии худи Туркия не. Шояд ин ҳам ба монанди ҳамон чархболи балонашдаридаи дар марзи Қирғизистон оварда монда бошад. Барои тарсонидани чашми мардум ин хабарро расонаӣ кардан. ба фикрам асл надорад. Ягона кӯмаке ки Қирғизистон дар ҳамин 2 ҳафтаи охир гирифт, аз Арабистон гирифт. Арабистон ҳамчун як миллати камбағал қашшоқ дар моҳи Рамазон кӯмак карданд. дуруста гапои шумо. апа ма ҳамеқаша пайгирӣ мекунем ки на шумо на мо дар моҳи шарифи Рамазон ҳеҷ кас тарафдори ин воқеаҳо ин ҳодисо набуд. ҳеҷ кас тарафдори ин набуд. ҳеҷ кас намехост. ина ҳозир мо қатъиян хиризо кор кардем. ягон сухан тараф нисбати мо намегам, барои ки медонанд ки ноҳақанд. мардуми мо дар ҳақиқатан дар як мардуми айми даври қадим мардуме ҳастем ки фақат айми китоб хондану китоб ина хеле ки инаи нафаро биромадан ҷанг карданд, нафаро гирифтанд, ишғол карданд. ман намедонам воира қаҳрамон бугум, ма чӣ бугум, ма забонам намегарда ростша бугум да. агар мисол ягон давлати чӣ мешид воирам калимагӯанд, ҳеҷ гуфта наметавонам. аллоҳ худаш ака забон боша ҳамаро ба амалда кардагимон. лекин кори шидаги шид аллакай мо бояд дар оянда чӣ накунем. хела тоқат кардем, хела дасармон хела чидем. фақат даст ба дуо кунем, даст каф ба дуо кунем ки парвардигор дигари рӯзуро дасаримон набиёраву. и ҳамаш айрӯи сиёсати давлатай. бинед ки ҳамун занаке ки преш президент буд, Атамбоева буд, ки буд Роза Атамбоева буд, ки касе будаги ҳаваи худаш як чизи кунагиша тамошо кардем. худаш мегӯяд ки мо чандин бор талош кардем ки омода ҳамон биям мо ҳамин корро ҳал кунем. вай кас ин корро пайгирӣ накарданд, назарам нагирифтанд. як занаке ки оқибати ин корро медонист ки оқибати ҷанҷола ҳамин корро пешниҳод кард. ин мардак хчаранги я политики гуфти рӯсо мудре гирифт ки занак ту кори хитаки ма кори хима мекунам. ина оқибати ҳамин кор. ин корро барвақт бояд мешиштанд, ин корро бояд ҳал мекарданд. ин шоҳигарии мода то давлати мо демократии ҳуқуқбунёд нашава, давлати ҳуқуқбунёди демократӣ, то ин шоҳигарии ин монархия айдаст нарава, ягон кори марзубуи мо, ягон кори мо ҳал намешавад. бале, дуруст мегӯед 100%. ман дар оғози барнома аллакай гуфта будам ки ҳар ду тараф талафот дид. мо талафотро тӯли чандин сол боз мебинем аз дасти ин халқи қирғиз, аммо роҳбари мо баромада дилбардорӣ накард, ҳамдардӣ накард бо мардум, ягон паёмаке нафиристод, дар ягон паёмаш гуфта ҳам нагузашт дар ин бобат. модар шумо ҳамин пешвои миллата чӣ хел мефаҳмед? ман барои худам як чизро мефаҳмам ки вақте ки пешвои миллат шуди, мисли ҳазрати Умар разиаллоҳу анҳу, то ҳамун қавму миллату ҳамун чизи худа ҷавобгари шав рӯз бояд дар фикр бошӣ. бояд формаи низомии пушта хези рави ҷанг наки дар кунеса ҷанги ту бояд рави як ситод ташкил кунӣ, дар ҳамун ситод бишинӣ. бояд ту рави дар ҳамун лави марз файрод кунӣ раиси ҷумҳури Қирғизистона, гӯӣ биё иҷа ҳарду дар байни оташбаз бистем, ду миллати мо хун резонеса, бояд ҳардуи мо киндаи синамон қад бо ҳам мира ҳал кунем. барои чӣ альфаи амнията беҳтарин снайперистое ки аз тарафи воё будан задан ҳамин бачаҳои нафарои моро ҳамаша снайперка зада киштагиянд. барои чӣ беҳтарин снайперистҳо дар гири ту тура хонаводаи тура қаравулӣ мекунанд, дар вуҷуди ҷанг рафтистай. хайр аст ки ира роӣ накардид снайпериста, худ рав ситод ташкил кӯ. нарафтӣ гурда накардӣ, майлаш
تو شین تو از بسیار همی رسانه ها دا تعریف میزنن ای چی که سال 92-93 رفت افغانستان دا چیزی خطا کنده سینه خچه در تای فشار موند و رفت خچه در خطر موند سفر کرد اونجا سفر خدورامتی استاد سعید الله نوری خودش امنیت ایرا با دوشکی خودش گرفته بود تمام مجاهدین با آرامی دعوت کرد که همین باید سوق سلامت بیا سوق سلامت روا همین خیلی بود حالا اون که این هم یک گرانیسه خودش 400-500 کیلومتر نتونست روا تا باید بیسته اگر این میرفت میستاد شخصا ما نظر خما در برای این دیگه میکردم شخصا ما اولی همی جنگ پیگیری کردم که همین مردک چه رفتار میکنه اگر همین آدم فرمان نظامی برفت ما میگفتم که همین مخالفه هم دروغگوان همین مردک در حقیقتا در پیشوای ملت های در حقیقتا در برای ملتش دلش میسوزه در حقیقتا در این پیشوای این آدم این جلاد این دشمن ملت خودشه اعوذ بالله افاجون باید که دیگه گازانه باز یا وردگاه شما رحمت میگم برای من براتون خداوند شما و زنهای معجبه را زیاده کنه خداوند در دولت ما تنجی شوه امونی شوه که همه مثال هایی که ما را پروردگار نشان داده سای مثل آینه نیلگون که بین مردم چی گپوش رسای کی طرفدار خلقه کی طرفدار کی دشمن خلقه انا میبخشه با یک سخن دیگه برای همون برادرایی که در تلویزیون میروان خودشون فریب کردن مردم فریب میکنن ویرتالیات تاجیکستان با پیش ما با پیشوای ملت نداریم و پیشوا نداریم ما دروغ نگوی خودتون شرمنده نکنه پگاه یه روز دیگه میشه پیش نویرو اویرو خودتون روتون سیاه نکنه شرمنده نکنه نداریم و پیشوا دولتی ما پیشوای شما رستم ایو تخمینه دیگر شن ما پیشوا نداریم ما غلامیم بس کنین خیلی غلام رو چیکادن پشتی گرفتن بس کنین رحمت افاجون الله شما را نگهبان باشه سخنها با من سوال دادید که پیشوا رو چی میفهمید من در سوره احزاب در قرآن کریم آیت 21 یک بخش آیت 21 برای شما در زندگی محمد پیشوای بهترین اونجا در همین معنا آمده است نورش که پیک زیستن آورد پیشواست عشقش که بر گریستن آورد پیشواست سبحان که از بزرگی او میدهد درک قرآن که بابتش سخن آورد پیشواست انا پیشوا این به سوال شما من جواب دادم پیشوا کیست پیشوا در سوره احزاب در قرآن کریم گفته شده است که پیشوا کیست دیگر ضرورت نداره جای در زمین ممنون هم جای پیشوا بند است لا نبی بعدی را ذکر کرده خرسند است لا نبی بعدی یعنی بعدی او دیگر نمی آید پیشوای دیگر اگر نفری هستند که میخواهند بعد پیشوای مؤمنان دیگر نفری را هم پیشوا انتخاب کرده باشند میخواهند قبول کنند اختیارشان در خط علاقه نفری دیگر را خب سلام علیکم با شما با همه بینندگان شما خب همین مسئله واروخ جنگ رفساده است همون قرقیزایی که امروز دعوا میکنن از خاک تاجیکستان اونجا اصلا خاک تاجیکستان بود هست ولی ما خدا ما دادیم سالهای 1972 70 بینت خریده بود تاجیکستان واروخ که یک جا بود بله ولی سالهای 1989 همون حکومتدارایی که امروز یا گذشته ها بودن همون کوهسارهایی که گردی واروخی احاطه میکنن آنها خداشون دادن به قرقیزا دادن که برای نلاگ نسپارن بله درست کوه ها اصلا زمین تاجیکستان بود کوهستانایی او خداشون دادن امروز دردی سری مردم کردن جایی که همون بله انا راهی که میگذرد امروز در یک سال چند بار قرقیزا محکم میکنن اونجا راه تاجیکستان آباد کردگی بود سالهای 1970 هم بنیاد شدگی بود همون اسفالت خط زبانی وقتی اسفالت میگون تاجیکستان بنیاد کردگی بود امروز قرقیزا اومدیان اونجا قرقیزا چه پیدا شد آنها یک چند عائله آمدگی بودن
آمدن برای همون چوپانی، برای خلق وارخ. بله. آنها چوپان بودن، یک چند عائله بسیاری نبودن. با سالهای 1990 اومدن قبیله این اصلا در یورت‌ها زندگی میکردن، با چوپانی مشغول بودن. این برای همه، برای خودشون هم، برای خودشون هم این اشکار است. ولی اونجا اومدن سکسکه زاید شده برفتن. وقتی که سالهای 1990 آنها به جامعه ما اومده گفتن ما به تاجیکستان قبول کنید، جامعه ما رد کردن، قبول نکردن. قرقیزا میخواستن به جامعه ما گوش شوند ولی رد کردن. سالهای 1990 دیر نه. بعد رفته همین رئیس جمهوری که من چند شد جنگ گذشت، رئیس جمهور نبرومده است، نرفته است، یا بلنیسه پیش یک همون آدمی که آسیب دید یا یگان همون وای برنامه هاش نگفته است که من این قرقیزستان برومد رفت بدکند آمد، همون بلنیسه ها و رفت، همون وای های دید، همه زخمی شدگی ها و همه رانی برداشتگی ها. رسانه خبریشان خوندیم. رسانه های خبری آزاد هم نداریم در تاجیکستان. رسانه های خبریه که امروز او چند نفرایی که او آدمایی که автомат قطعی برآمدن، اونها سلاح از کجا گرفتن؟ در تاجیکستان اصلا سلاح داده نمیشد برای یک کس، یا که فهمن که یک جا سلاح گرفتید میبرن میزنن. پس این آگاه میکند که با او دروغ است. این آگاه میکند که او دروغ است، او ساخته است. او مردمی که میخواستن میرفتن از طرف حکومت ما جدا کرده شد دیگه است. او خلق نیست است. خلق تاجیکستان امروز سرجم نیست، بدبختانه هستند خودجوش مردم، سرجمی خودجوش مردم هستند که میبرایند، اما بله از یگان نهاد حکومتی، از یگان مقامات ولی دستگیری نمیبینند. اینش درست. در قزاقستان، ازبکستان، ترکمنی، خود قرقیز ها من خواندم که رئیس جمهوری قرقیزستان رفته خانه به خانه، مثلا در بیمارخانه ها دیدار بینی هم میکند، دستگیری هم، باز یک پیام برای دلبرداری هم فرستاده. خیلی پیام دور و دراز بود، اونجا از تاریخ هم گفته گذاشته است. همین 90% تاجیکستان امروز میداند که یگان معارفی صالح نداریم ما. کنیم مردم سرجم، یک کس نمیبرد یک جا گاو زند. داش روزنامه ها همون وای چاپ کردن نمیتونن به مقامات. بله آشکارا کم است. درست. یعنی این سرجم نبودنی مردم نشان میده. بله درست است. سرجم نبودن مردم را نه، مردم سرجم هستند، اما همین سرجم رو هم باید نفر اداره کند. پراکنده لشکر نیاید به کار. 200 مرد جنگی به 100,000. در تاجیکستان میخواید گفت که یگان پیشرفت همین پیشوا نیست که همین ها را اداره کنه، مردم سرجم کنه. امروز رئیس جمهوری ما حالتش این طرف، او پارلمانش حالتش یک طرف، سودی آزاد نداره. او کجا روید یگان چیزی درست نداریم امروز ما. اخباری آزاد نداریم. دوام همین 2 روز من خواندم، فقط با دستور رئیس ولایت، رئیس فلان جای بر دیدار بینی رئیس شهر اصفهان رفت. با دستور رئیس ولایت حاکم فلان ناحیه یا شهر یا دیگر جا به دیدار بینی رئیس شهر اصفهان رفت. دیگر خبری درست‌تر فقط با دستور رئیس ولایت یک دیدار بینی رفته. برای چی همون رئیس ولایت در مرز جنگ رئیس ولایت نرفت یک آدمی بیچاره بیند اونجا یک چند از زخمی برداشت؟ بله درست. برای چی رئیس اصفهان را میدیدیم؟ برای چی دیگران را نه؟ جانی دادیم. بله هم یک خلاص کو دولت دموکراتی میگون کو. بله درست میگوید. خب وقتی شما گفتید سرجمی نیست، سرجمی هست. سال 2012 در همان چارکوه یک جوان از همان دهه بود، امید جان نام داشت، توجیف. او زیر فشار مقامات قدرتی، زیر فشار کارمندان شعبه کارهای داخلی یا
کمیته امنیت بود که او وفات کرد. از آشانه بلند همان اداره شعبه خودش را افکند، پایهایش شکست و مرحوم فیضی نسا واحدی و خیلی حرکت کردند، کوشش کردند که او را بر بیمارخانه انتقال دهند، اما همین وارد شدن به نزد پروکورور خیلی دشوار بود. بالاخره این جوان فوت شهید شد. این یکم همین وای نیست بودیم همان وقت در چارکو برای مراسم دفن او، برای اشتراک در مراسم دفنش رفته بودیم، برای تسکین دادن اهل اقربایش و همونجا با سرحدبانان من گفتگو کرده بودم. خود سرحدبانان نه، اهالی جمع شده بودند. سال 2012 هم از جانب قرقیزها، 2013 هم فشار می دیدند، سنگ پرتابی میکردند، خانه ها را سنگباران میکردند، بیرقشان را، پرچمشان را آورده بالای بام یگان خانه تاجیک نصب کرده میرفتند. و وقتی ما از بله 50 سال دوام دارد، 50 سال از دوام دارد این بین مناقشه قرقیز و تاجیک، ولی همین در یک سال چند بار راه میبندد در یک سال چند بار قرقیزها همون واروخ دیگر راه ندارد برای تاجیکستان بیاد به یگان قطعه دیگه جا. اما رئیس جمهوری که امروز جنگ است، چند کس آسیب دیده است، نبرومد نگفت وقتی که او این حالت به نمی برد بس قرقیزها روان واروخ گرن نمی برد. معناش همین می شود. درست، معنا همین است و معنی های دیگری هم دارد. خب برادر، من به اصل آنچه میگفتم ادامه میدهم. وقتی از اهالی پرسیدم که آیا درست است که تاجیکان یک بار برخواستند و قرقیزها را تعقیب کرده رفتند، گفتند نه، عسکران تاجیک نه. در رسانه گفتند که عسکران نه، عسکران با قوه مکران را ایستادند. آنها چگونه میتوانند یراق گرفته دوند و سمت همان یراق کلاشنیکوف خم هستند بعضیشان، چون که وزنین است. از بله محسیچه‌دارها گفتند. این با شیوه گفتاری همان چارکوهیان محسیچه‌داران گفتند. محسیچه یعنی در پایشان محسی داشتند. معذرت میخوام. و انا همین شاید اینها مجاهدین بودند که در قبط کوه ها پنهانند. انیق نمیدانم که هایند، اما همین ها تعقیب کرده قرقیزها را از خاکی وطن دور کردند، نه عسکران، نه سرحدبانان تاجیک. این را به من خود مردمی همان محله خود چارکوه گفته بودند. او یک بچه برآمد درباره ادبیات حرف زد. امروز شاعرای داریم که در یک عصر دیگر میرسن او شعر و سرودخوانی و شعری آنها، ولی امروز یک حکومت ساختن در کار که حکومتی صالح باشد، او پارلمان یک آزاد باشد، او یک دیدگاهی آزاد باشد، سود آزاد باشد، او یک خبرنگار براد یک گپش به گپ یک طرف گوزنه. امروز این کارهای پیشگیری کرد. این عصر 21 است، عصر تکنولوژی، عصر همین پیشروی است، دولت است. امروز بیایم با شعرخوانی کنیم، با خودم عقب 10 سال پرتویم. نه، گپ در سر شعر نیست. شعر از اول بود، زمان ترقیات دوره سامانیان هم بود، در دوره هایی که فارس ها خیلی پیشرفت بودند شعر بود، هست، میماند. این ملت خودش شاعرزا است. گپ در سر شعر نیست. شعرهای هستند که همین فرهنگی بای تاریخی تاجیکی را ما از دست دادیم. خودمون همین رفته خودمون عقب کشیده اومدیم دیگه. همین فکری من. بله، این فکر شماست، اما فکری من این که مثلا محمد اقبال لاهوری می نویسد که در شعرهایش ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. انا همین شعرش خیلی تکان دهنده است که در وجود هر یک عسکر بچه اگر مغز معنایش را درک کند، انا یک بند همین مخم است: فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، آدم همه ویران از چنگیزی افرنگ. بینید همینجا چنگیز هم یعنی همین قرقیز ها چنگیزیان هن. اینها میدونم. معماری حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران خیز. شاید مصرع آخر دیگر بند را آوردم، اما ببینید دارند شاعران تاجیک شعرهایی که بیدار کننده است، اما تا جای
شما هم ولی امروز معارفی خیلی بیزه است که اوجا استودنت ها میبیان هم امروز کرپیچ کشانی پگه پخت چینی پگه دیگه اونجا چی خیلی علم میموزم پگه بیار 25 سومون زچوت نمیمونم تا معارفی صالح نباشد تاجیکستان پیش نمیره. من این دانشجو باید دانش آموزد، پخته نچیند. پخته رو کسی کشتن دارد. بله درست میگوید. پس امروز معلمایی که همونجا کار میکنن چرا هوایهای میمونن که خداشون میچغن که پخته چینی رویتون یا غشچینی امروز غشچینی میوید. هفته شنبه به شنبگی برآیند. از بابای لنینشان همین شنبگی میراث مانده. هر هفته شنبه میبرانند، درسای روزی شنبه میماند. میبرانند شنبگی. معلم طالب علم میروبد که چرا منزل کمونالی خواجگی اینها معاش میگیرند، حکومت آبرو میگیرد، درسی روزی شنبه میماند. درست است. خیلی نفران بسیار در خط علاقه قرار دارند اینجا، اما فرصت برنامه را متصدیان میگویند 15 دقیقه مانده. محلش آباد باشه. خب با همه یک بار دیگه سلامت باشه. تشکر. بهترین و وطن نام خوب پایماندند. و علیکم سلام. گوش میکنیم شما را. نام زیبا. زنده باشید مادر عزیز. ببینید مادر همه حضرات امنیتی خیلی نامو کی بود کو بارده تیجی بود یک جنگ شده بود در گرمانیا بروما بود خودی هم مایچورا رمضان رحیم زاده بروما بود چی دودا بود کو مقصد شهر دودا بود چی شیدگی نه در مرز جنگ رفته است اودام شهید چیده است یا اون کس نام برویا یا اون گاب نام یعنی او کلیم مادر عزیز. ببینید می ترسن همه زری یک کس فقط چیزی همو حکم برو را امرا میکنن چیزی فرق نداره چی روزنامه‌نگاری گره تمامی امی مقامات دولتی چی پارلمان همه سر کرده یک آدم گوش میکنن. ببینید مادر عزیز نگاه کنین امی ما حیران میشم مرز یعنی مرز گرانیچه نه گرانیچه ما دیدم گرانیچه یک راهی نمیخی راهی یک جوبوره با پردک چی ما حیران میشم و چه خیلی گرانیچه ما حیران شدیم ما را دیدم ما فکر میکردم است که روزهای شنبه یک شنبه قرقیز ها به ملال سال 2012 آمده در تویخانه های تاجیکستان توی کرده میرفتند. بین دو کشور یگان خیلی مرز نبود، یگان خیلی محدودیت نبود. من خبر دارم. بله ما همین حیران میشم باید سرحد چی باشه خیلی ما همین گرانیچه بسیار گذشتگی میدونیم چه خیلیه ما حیران شدیم اونجا مداری عزیز. بعد یک چیزی دیگر رو گفتنیم اینجا که مداری عزیز اوجی ما میگه اگر خدمتشون تو مرا اوجی سحری روز بر وقت جو با خونه ما امنیت میروا گویا که این امجاز اگر ما خدمتشون تو فردا جو با خونه ما میروان یا که بعد یک چیزی دیگر سرحد نمیروان. درست. بله اینا درست. بعد یک چیز دیگر رو گفتیم ما زن شوانده خودم میگم دو بار برای همین حجابش 2000 سومون اشتراکش کردن مادر عزیز. نگاه کنید قانون برآورده نمیدونم مایل این حقوقمون پایمال میکنن مایل دین نگاه کنید اصلا همین سطر مالی ما نیست گفته یگان علیم یگان ما یگان آدمی را ندیدم کم در این تاجیکستان بخیزه بگه که مقصد این فکر شما خطای جنابی عالی یا دیگه یگان آدم زیاد نمیگه وقتی این مقدسات این دینی ما ایرا خداوند فرمان داده یگان آدمی نیست بگه میره یا که بعد اینجا او حقوق منادیه پایمال میکنن چیزی شما فرا میخورن اینجا مردم خون نانی خوردن نداره رفتن چی برو واردستن قانون برو واردستن که افطار نکنین دیگه نکنین. من حیران میشم مشکل یا کمه که قانون برو نشما راست میگم مادر عزیز. بله درست است. این یک نمود سیاست است که با یک چیزهای بیهوده یگان اقلا فکر کردنش ارزنده نیست مردم رو آواره میکنند. اینها خودشان میدونند که سطر مالی ما نیست گفتنشان خطاست یا قانون برآوردن بابت نکردن افطارها اینها میدونند مردم رو با همه چیز آواره کرده میمانند و در بالا یگان برای فایده خودشان یگان تبدل دیگر یگان از خود کنی دیگر را با چه میگویند سعی میکنند از خود کنند جای دیگر را
انا همین خیال این یک نماد سیاست یهودیان بود. یهودی ها یک سیاست داشتن، در کاغذ یک رومن برین دراز می نوشتند و اگر کسی در فلان مسجد خواب دیده است، اگر همین را به 10 کس چاپ کرده همین شب نفرستی فردا عاقبت خوب نمیبینی، اگر فرستی طالع خوش تو انتظار است. یک نماد سیاست بود و مردم را با همین نویس و با کوچه جمع کنی و چیهای عباره میکردند و خودشان از پای پیشبرد سیاست خودشان بودند. بله بعد یک چیز دیگر گفتانی مدار عزیز، ما مقصد استودنت بودیم، جناب یولیش میگن خیلی که برای ما رانه پیشوای نه چی برای شخصا ما را چی بود اومده بود یک ماه می رفتیم هر روز bayrak دادست این خیلی بگردین این خیلی کنین او خیلی کنین یا خطا میکردی که تمام دیگه اونجا اومد یک 2 minut هم نه 10 شب رو ورد رو نه هم خیلی گذشت برد یک ماه ما بالای بر یک تپه ده bayrak دادست این خیلی با یک 10 نفر دیگه نگاه کنین یک ما بخدا بسیار اشتراک کردیم من مشروف کش میگن چی میگن یا میم خیلی میگذارم میره آن خیلی تیاری میبینم میگو که اگه فرشته میگذاره او چی دیگه میگذاره بخدا این بخدا ما فکر میکنم این چیز نیست مداری عزیز مقصد یک مردم تشکیل میکنند. بله اینجا گرانی صدا چی گپ رفته است نیو کریم داره چیز دیگه را قید کنم همینجا جنگ شد نیو کریم همین با فکر ما همین جنگ یگان فایده نداشت برای چی با میفهمونم اینا نیو کریم مردم عادی مردم خدمت میدونن هیچ خیلی ما خیلی چی کدا نمیخوام مقصد همین ایست شما ایست میروان ایست شما ایست جنگ گفتن هم رفت نگاه کنین او مردم خیلی سرحد مقصد امنیتش مستحکمه مقصد این مردم خمومی را بیچاره اون سنایپر خیلی شویدی ما دیدم سنایپر فقط چیز کردگیم نگاه کنین مدار رفتن مردم خمون ایدنیا گذاشت مقصد مردم عادی و سرباز ایدنیا گذاشت رفتن با چی کردن گفتن هر کی با جای خود همون جایی که خونو را چپا کردن یگون کس یگون فایده نگرفت خونو را چپا کردن با ابرد نگفتن شما بگرد اینا اس یتیم اینا با ابرد جاشون گشتن چی فایده گرفتن اینا نه زمین گرفتیم نه یگون چیز نه یگون کار کردن نتونستیم اصلا هر کس با جای خودش گشتیم وقت با یگون کس فایده نکرد و نمیکند. بله خیلی نوشتن که در 90 بسیار آدمان هستند. بله زنده باشی منداری عزیز خدمات نمیتونم برای زنگ تشکر چون اینجا در 90 خیلی بسیار هستند آدمان اما فرصت برنامه خیلی تنگ آمده. خب نظر خواهر جان ما یک سخن کنم. مرحمت عمر جان در خط واقع ما یک همی وطن همی دودر جان یک گپی زورا گفت که همی علمی من آورده من پیشترک زنگ زدگی بودم که من گفتم ختم کننده مکتبی وینی امریکا هستم. اگر نگاه کنده خواهر ما 7 سال رفتم خوندم وینی اومدگیم سیمومین یتیم معلم بود معلم اومدگی در چی آیا ما ختم کرده مکتبی اولیم در خارجه وینی تمام کردگیم رفتم 3 سال کار کردم پل که ندو خیلی ای کمبغل جای عیبش نیست همین بچه کمبغل دیدن سرد میکنن تا فهمیدی سواد تا نگاه نمیکنن همین سرم کردن من با خدا قسم اگر همین این ماه شریفه وای نه یگان جنگاور یا معلم فقط نگاه کن باز اگر همو سواد میداشت این عزت امون سر میداد همین عزت امون سر میداد میگفت که پروست اورا هیچ نمیگفتن که اینمی ولایت سوق تو رئیسش فایرات که مردمه نگاه کن اینمی کاز ابلا میگرزن همه به نام خدا و اختیاران میرفتن فهمیدی میگه که موساکش فرعون پرستند همه میگه اون قوم با خدا بستند همه از بحثی تمام جمله شکستند همه فهمیدی پروست ما با خدا قسم اگر همین در خاطرتون باشد در شهر وحدت وقتی که همین دخترکای چی را همجا دومی 12 میگن دومی 12 باید ما خودم در همجا اچاس همو چی کردگیم ده کار کردگیم ده هم منده همو اپیرات ده ما خودم لیچ نبودم فهمیدی بیزون ماه شریفه باید همو دخترا را میرفتن همه کسا میخپیدن چی میکردن برای حجاب فهمیدی باید در پیش کامera گپ میزدن که ما کاروچی بذارم حجاب 33 خداوند یکمش خود زنده باشه خود مرده باشه خداوند رحمت مغفرتش کنند
گلمراد حلیموف میگفت هر کسی قدم میزنه کافیره. همین درباره همین کار قدم میزنه کافیره گفت. وای نچالی که ما بوده ده هر کسی گفت قدم میزنه کافیره گفت. والله بالله همین گپ ما ایدن آدم را قصیو چی میکنه ایدن همه آدم ایدسته همین حفظ حجاب خیس گریخ برا یا واینه چند کسای دیگه رفتگیان مثال ناموی ورش نمیگی همین. آخه معلم اومده سامان قطار است. معلم اومده نگاه که وزیر امنیت شدگی و یعنی آدم اومده دیجا دست تای دستی روز کار میکند. بنا خدا من در همینجا چی من نشان دادم او دستورم نشان دادم من کجا تمام کردگیم خدا بزنم روز گفت که گفت چه خیلی گفت کیه گفت پرزیدنت شما چی خیلی گفت ما پرزیدنت نداریم ما پرزیدنت همه ما او روز بچه کم خیلی سوال داده که خیلی در همین ماه شریف رمضان همه شیطان ها را خداوند ملائکه ها را فرمان میده که همه شیطان ها را بندین. ما گفتم همین ملائکه ها کدومش همین با فیرم خیلی که اشیب کرد چیکار کرد همین چی بکی همین شیطان ها را محکم کرد. این شیطان نمیتونه محکم کنه در سر قدرتش دست دامده شیطان آدمی رحمانو همین را باید محکم کنه. همین را دست پشت زنجیر میکردن خطیب در ماه شریف رمضان همین مؤمنا یک دم خوش میزد. با خدا قسم هر یا آدمای خوب است در همین روسیه همین باسوادو و شویرو مثل واینی و جنگارو این قشقای دامو ترموها هم بیچاره احوالشو به حد بده. یک دیگه‌اش اینا ما گریختیم اومدیم در همین روسیه گشتیم مو سرتوزه کرده فهمیدی در سر قدرتش دیگه یک بسواد یک همو چوپلوس همو نمیدونم کوسا برده حال با یک کسی یا آدم دیگه حال با همین روسیه اومده یا همین بخششی یک با گپ لهجه تاجیکی یک بوز بگیم ده یا بوز اومده با در بین تاجیکا همه قطع جوراگری میکرده چی میکرده گپا را در ویو میداده. بله من سایت همه آدم یافتم من یک چیزش نوشته میشه من نوشته میشه که تو بیا من آدرس ما میتم تو بیا من بطره یک ستانوک میخرم. ستانوک چی من گفتم یک ستانوک خیلی سنگ چرخ داره قیچی تیز کنه بگیر به همو کی را بر رحمان فبر قیچیاش تیز کرده بگردم ستانوک یک است ارقا کرده برای همه هر یک جو چیز کشید بره لنتاش بریدن بگیره. خود دیگر وقتی اطلس وقتی یوبکا پوشین و خکنین نیست. به نام خدا غلبه در اسلام غلبه در همین حضرت عمر وقتی که همین ایران درآمد وقتی ایران درآمد در جنگ گفت که اینقدر باعث برای خدی خکنین و خلکنین دلش ترسید گفت که یا بسیار گفت خیلی چیان جنگران وقتی حضرت رسول پیامش روی کرد که گفت که این رفهم عمر گفت تو عدالت این فهم که غلبه در اسلام است نه که امروزش میشه این همه یا شکست میخورن. ما ان شاء الله یکمش همه تو ان شاء الله امین بگه که پروردگاریم یعنی میشه اینا شوای قدر ده خدا همین دعای ما قبول شوه همین ایسر قدرت برودن ما هم همین روسیه بریم با پیش زن و فرزنده و با پیش همه چیزامونا به خدا این چی گپای خودش به نام خدا کو همین پاسپورت استول میرای آدم بازی ای این پاسپورت استول یک کار عادی اساسا پاسپورت استول آدم داشتگی نباشی نمیتونی. یک دیگه‌اش که اگر از در تاجیکستان همین ریشمون همین ریش قطعی برا یکی اگر خدا نکنه ریش قطعی تاکسی اگر دامو تاکسی قد رفته سه باشه در پیش همون سکه یا بنزین تا یا وایرون شه همین ریش قطعی میبرند با فکرم که همین عذاب حضرت یوسف دو بدترت میکنند همین با فکرم که همین بچه هم جوان مردای مرد همه شکو چی زدگیان خوین همه را خوین زدگیان و نومی همین بقواتو را کدام بقوات گپ زنه همه نامش خوینه. آخه آدم خوین ما دیده سه به نام خدا خوین کیه کلمه خوین دیگر باعث افتخار هم شد. نفرانی را که خوین میگویند دیگر افتخار هم میکنند. اگر این هم بزرگان خوین باشند من هم خواستم یه روز کنه ما اساسا همین کانالای همین مخالفا را گوش هم نمیکنم تماشا هم نمیکنم. من این کار همین کی سرشیده محمد اقبال یه روز گوش کردم همین یک گپ گنده زور گفته. آخه همین آدمای همین بقوت ما در همین روسیه و در اروپا در هر جا گشتیم یک به سواد خوین در سر قدرت استودگی چه خیلیش فورم با همش مایلی در اینجا یک گپ میگی
درو میبرن با نامردی روی ما است پدر همه آدمی که گفته که پدرش بر درو زنش میبرن یا که دخترش میبرن یا که خواهرش میبرن شتابی که دردش زنه بنام الله اگر این بگای رمضان ای اگر لوبوی کس ما بر مبارزه دست نمیکشم لوبوی کس ما همین یک همین که آدما همین که مثال مبارزه الحمدلله یافته خورده گشته استند حسبی الله و نعم الوکیل هیچ وقت ای خاطر ما نمیبروید حسبی الله و نعم الوکیل خداوند بسنده در ما همین هر یکی ما الله عزوجل بسنده های بله درست میگه. خب اینجا فرصت برنامه قریب پایان پذیرفته من اما خیلی ها را نتوانستم قبول کنم چون حرفای خوب بودن پرمضمون بودن گوش کردیم همگی. خب برادر تشکر میگویم برای زنگ گفتن که فرصت به آخر رسیده باید قطع کنیم. بسیار تشکر میگویم برایتان. خب عصرهای 17 درباره پیدایش خلق قرقیز خیلی مواد جمع کرده بودم اما مواد لازم نآمد. من هرگز یک خلق را بالاتر از خلق دیگر، ملت را بالاتر از ملت دیگر گرفتنی نیستم. یک خواهرک قرقیز دارم، دوست و با هم دیگر اتفاق بودیم، قرین بودیم. یک مهمانه که نو آمد در خانه دیگر خواهر اولین شده زنگ زده گفتن با تبسم با یک خنده گفتن هرچند که ملت های بین من و تو بین هم نفاق دارن اما من تبریک میکنم مهمانی نو مبارک باشد. خیلی عائله های هستند که همسرشان تاجیک و شوهر تاجیک زن قرقیزی که برعکس و اینها همه فرزندای سالم و صالح دارند. هرگز نباید پای بنیزا انگیختن این دو ملت شد. نفری گفتن ترکیه کمک کردن است، از اون طرف ایران سر میبرارد برای فارس های خودش. اما نگاه کنید یک حکایه خیلی کوتاه و در خور همین مضمون هست. یک زن پالیز خوب ترتیب داده بود، روزها اگرود میگویند، در روی حولیش گلزار بود، شکوفان بود. شیطان آمد دید که خری بسته است، همون را کشاد، خر در آمد پالیز را پایمال کرد خورد. زن برآمد فریاد کرد که پالیزش پامال شده. شوهر آن زن برآمد خر را تیر پراند. صاحب خر آمد شوهر زن را. همین طریق یکی دیگری را پرانده یک دو عائله برباد رفتند. بعد نفری آمد بر شیطان گفت تو چی کار کردی؟ شیطان گفت من فقط خر را رها کردم، دیگر یگان کار نکردم، آدمان خودشان کردند. بینید چقدر برمیخورد. یک نفر به عقل برای تلاش یک بریده زمین بر کشور همسایه وارد شده میخواد از خود کند. آب است و زمین است، اما خیلی بیگناهان در اینجا جان تلف میدهند. در رفت برنامه موضوع را به هر طرف تاب دادیم، جانب ادبیات رفتیم، تلاش ملت های ترک تبار از بزرگان ملت خود کردیم. بگذار تلاش کنند، اما چون دلیل ندارند با تلاش کردن ها از خود کردن نمیتوانند. بگذار نویسند که سینا از ما بود، اما تاریخ گواه هست که سینا فارس بود. خب یک نکته رو باید گفته گذارم. همان در ساحل های آناسای یعنی ینیسی که مقیم بودن، آنجا شمال روسیه هست که شمال های خیلی طوفان های و گردباد ها شمال های سخت داشت و این ملت برای که درست چشم گشاده نگاه کردن نمیتوانستند، چشمانشان را نیمراخ میکردند و همین چهره چشم نیمراخ گرفتند. چهره این ملت، این خلق قرقیز نه همه ملت است. برای ملت بودن باید تاریخ خیلی بای و غنی داشت، لااقل 2-3 هزار ساله. خب و چون عصرهای 17 کوچ بسته بر دامنه های کوه تیانشان آمدند، آنجا هم از خود ینیسه همراه این خلق قرقیز باز خلق قلماق ها میگفتند، روسا کلماکی میگویند، قلماق ها بودند، باز آیرت ها و جونگر ها هم بودند. همین 4 خلق کوچ بسته دامنه های تیانشان را هم فرا گرفتند. بین این خلقت ها پای هم زد و خورد و نیزا برخستن گرفت. باز هم پای کوشش از خود کردن زمین بود و همین خلق قرقیز را فشار داده جانب فارس ها تیله کردن.
از این 4 خلق فقط از قلماق ها که کلماک میگویند روس ها، همین ها در روسیه کم کم نماینده دارند، کمتر. و شنوندگان عزیز، فرصت برنامه پایان پذیرفته. ما باز 5 دقیقه گذشتیم از فرصت پایان شده. هرگز، بار دیگر میگویم، هرگز ما جانبدار جنگ نیستیم، نیزا نیستیم. در دنیا ملت خوب و ملت بد، خلق خوب و خلق بد وجود ندارد. در دنیا آدم خوب و آدم بد هست. نفرانی هستند که همیشه در پی تلاش هستند، اما از دنیا کسی این همان برای آب گلونای میگفتن نامش را، همان گلونای را یگان کس گرفتن نبرد به قبرش و نمیبرد. شاید در آینده این دو خلق با هم، ملت تاجیک و خلق قرغیز با هم پیوسته خیلی دوست و اتفاق شده روند، اما نفرانی که در اینجا نیزا انگیختند، جنگ و خرخشه برانگیختند، از زبانها زدوده شده روند، نامشان تماما محو شده رود. ماه شریف رمضان است. شاید امشب شب قدر باشد. امشب هم یکی از شب‌های طاق است. دعا کنید که جنگ نباشد. دعا کنید که هرگز یگان خلق مقابل خلق دیگر برنخیزد، چون اول در تاریخ جنگ ها برمیخیستند، یراق و اسلحه نه آنقدر پرزور بود و یک تیر و کمان مثلا یک نفری را جراحت میداد، اما 3-4 تایش میکشت. اما اگر به نشان نرود، حالا با یک گلوله جان چندین نفران را از بین بردن ممکن است. هرگز خدا نکند که جنگ شود. بگذار دوستی میان این دو خلق پایدار باشد. بر مردم شریف اسفرای باستان، خصوصا بر چارکوهیان، من همدردی خود را اظهار میکنم که در ماه رمضان آنها بی‌ضابطه شدند، این همه تهلکه های زندگی را از سر گذرانیدند. بر نفرانی که شهادت به جا آوردند، بر نزدیکانشان همدردی خود را از نام خود، از نام کل جامعه مهنتی کارمندان رادیو تلویزیون پیام میرسانم. حالا باشد فرصت برنامه پایان پذیرفته است، چون برنامه‌های دیگری هم آغاز شدن. در شبکه‌های دیگر میتوانید پیگیری کنید. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار، پناهت به خدا. خیر.